سلام علیکم، امیدوارم همتون خوب و سلامت باشید. دوستان عزیز، امروز میخوایم همراهتان نوبدهی کابل ولایت همراهتان شریک بسازم. امروز تاریخ است 402 جوزا 26 است، یعنی تاریخ امروزی 26 جوزا است. فعلا نوبدهی کابل که هست، کسایی که سال قبل در ماه سور ثبت نام کرده بودند در تاریخ 20 21 22 23 براشون تاریخ داده هستند، میتونه که فرم خود چک کنه و ببینه. و پارما کاپیسا کی است، تاریخ نوبدهیشون 401 6 20 است. پروان کی است، 401 3 17 است. و لوردک کی است، 401 10 12 است. لوگر کی است، 401 1 17 است. بعدم ننگرهار است، ننگرهار که 401 7 10 است. با ننگرهار لغمان است، 401 7 10 است. پنشیر 401 5 15. بغلان 401 6 5. بامیان 401 11 18 است. غزنی 401 12 5. پکتیا 401 12 23 است. کنر 401 12 28 است. نورستان 402 3 11 است. بدخشان 402 1 20 است. تخار 402 1 20. کندوز 402 1 12 است. سمنگان 401 12 13 است. سمنگان 13 است. سریپول 401 12 16 است. غور 402 1 24 است. دیکندی 401 6 17 است. زابل 402 3 1 است. پکتیکا 402 1 23 است. خوست 402 1 21 است. بلخ 401 4 6 است. جوزجان 402 1 1 است. فاریاب 401 6 25 است. هلمند 402 1 20 است. قندهار 402 1 12 است. بادغیس 401 12 5 است. هرات 401 4 2 است. فرا 402 1 19 است. نیمروز 402 1 7 است. دوستان از این نوبدهی تمام ولایت ها هستند. البته تاریخ امروزی که است 26 جوزا هستند. کابل که است فعلا نوبدهیشون 23 رسیده است. کسانی که به تاریخ 19 20 21 22 23 ثبت نام کرده است، تاریخ بیومتریکشان مشخص شده است یا تاریخ فرم نهاییشان مشخص شده، میتونه که فرم خودم چک کنم. و برای معلومات بیشتر ویدیوهای قبلی ما را تماشا کنید تا نوبدهی خود مشخص کنید که با کدام تاریخ شما ثبت نام کردیم. تمام همون مشخصاتی که با اساس بارکد مشخص میشه تاریخ ثبت نامتان مکمل ما راهنمایی کردیم، میتونید ویدیوهای قبلی ما را تماشا کنید. و فعلا کابل که است، در کابل 1000 نفر بیومتریک میشه و دولت ها که است 988 نفر بیومتریک میشه دولت ها. و فعلا پروسه حاجی صاحب ها جریان داره، احتمال زیاد پروسهشون الا 1-2 روز البته دیگه هم طول میکشه تا مکمل به شکل مکمل خلاص شود. بعد از اون ولایت ها هم به شکل عادی به حالت عادی خود برمیگردن و کابل هم پروسهشون شدت پیدا میکنه. امیدوارم ویدیوتان خوشتان آمده باشه. برای معلومات بیشتر کانال ما را تعقیب کنید و کانال یوتیوب ما را سابسکرایب کنید. تشکر، زنده باشید.